روز قیامت که رسید در روایت دیگه وارد شده که للصائم فرحتان، برای روزدار دو خوشحالی هست، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه. خوشحالی هنگام افطاری قبل از اذان 10 دقیقه دعا می‌خواند که خدا روزه امروزش را برش قبول بفرماید، منت بگذارد، قبول بفرماید. بعد مؤذن اذان میگوید، خرما دستش منتظر مؤذنه تا گفت الله اکبر خوشحال میشود، الحمدلله که امروز روزمو به جا رسوندم. و بر رزق خدا افطار میکند و طلب مغفرت میکند. این یک خوشحالی. خوشحالی دوم هنگامی که با روزه و پروندی پر از روزه ملاقات پروردگار میکند. خداوند در روز قیامت در دشت محشر سوال میکند این الصائمون من امت محمد صلی الله علیه و سلم، روزداران امت محمد کجا هستن امروز؟ هر کسی روزه گرفته دستشو بلند میکنه، هر کسی نگرفته اگه دستشو بلند کرد دستشو خرد میکنن. روزداران که دستشون رو بلند کردن میگوین از این در وارد بشوید، هذا باب الریان للصائمین. آخرین نفر روزدار که از در ریان وارد شد در ریان رو میبندن. بر خود ظلم نکنیم. 4-5 روز دیگه رمضان رفتنی است. 24 روز پیش هنگام غروب آفتاب پیر و جوان رو به قبله اینطوری نگاه میکردن، پشت بام ایستاده بودن نگاه میکردن، با دوربین نگاه میکردن، دنبال چی میگشتن؟ که آیا هلال ماه رمضان را پیدا کنن. هلال پیدا کردی، 24 روز گذشت، چه کار کردی؟ برای خودت، برای خانوادت، برای جامعت چه کار کردی؟ هلال تمام شد، پر شد، تمام شد، رمضان در خداحافظی میکند، رو سیاهی به زغال ماند. دیگه برکت رمضان چیه؟ قرآن و روزه شفاعت میکنه در انسان، به درگاه رب پروردگار صدا میزند. روزه میگوید ای پروردگار من در روز رمضان، در روز گرم رمضان عزیزترین چیزها را بر او منع کردم، حرفمو قبول کرد، آب و نوشیدنی و خوردنی منعش کردم، خدایا من را در او شفاعت بده. میگه باشه شفاعت تو قبوله. قرآن از اون طرف می آید میگه خدایا همینطوری که روزه رو در اون شفاعت دادی، منم شب خواب از چشمش گرفتم، منم اجازه بده در این روزدار و کسی که شب با قرآن بیداری میکشید در شفاعت بکنم. میگه تو هم اجازه دارید که در این شخص روزدار و در این شخص مؤمنی که شبها با قرآن می ایستاد شفاعت بکنید. آیا شفاعت رمضان و قرآن نمیخواهیم؟